سلام. میدونین قدیمی ترین فرش ایرانی چیه و الان کجاست؟ اولین فرش ایرانی به وسیله افراد چادرنشین برای فرش کردن کف خاکی چادرشون بافته شده بود. اما این احتمال وجود داره که فرش به وسیله مصری‌ها، چینی‌ها و یا حتی به وسیله افراد دیگه هم اختراع شده باشه. آیا تا به امروز اسم فرش پازیریک رو شنیدین؟ قالی پازیریک به عنوان قدیمی ترین فرش ایرانی شناخته میشه که تخمین زده شده در حدود 2500 سال پیش تار و پودهاش به هم گره خورده. این یک قالی پشمی با رنگ‌های زنده است که 4 گوش و تقریباً مربع بوده و ابعاد آن 1.98 در 1.89 متره. نقش هایی که در اون دیده میشه شامل تصویر سوارکاران، آهوهای در حال چرا کردن و جانوران افسانه‌ای با سر عقاب و بدن شیر و حاشیه‌ای گلدار داره. اما الان کجاست؟ در حال حاضر این قالی در کشور روسیه و در شهر سن پترزبورگ در موزه آرمیتاژ نگهداری میشه. این موزه یکی از بزرگترین موزه های تاریخ و فرهنگ بشری در دنیاست و 33 میلیون اثر هنری داره که به نمایش عموم گذاشته میشه.